وقتش دیر بود. تو آدمی که با این آرایشت داری قدم میگذاری، قیافت از یک جانور، از یک درنده، از یک موجود پست به مراتب نکبت‌تر است. او یاره دهنه بزن، برو یه نگاه تو آینه بنداز. این بدبختم گفته سنگ مفت چغک مفت. یه رنگ و ماله‌ای بماله شاید از این ترکیب قیصر خلاص بشه و چارنل بره تو وادی زیبایی. ما دشمن زیبایی نیستیم، ما دشمن هنر نیستیم. نه بابا، بگو نظرت راجع به اونا که حقایق تو فیلم و طنز و تئاترشون نشون میدن چیه؟ هنر و هنرمند رو میگن. هنرمندی که در یک سریال یا در یک فیلم طنز تونسته این حقایق رو جا بدهد و جایگزین کند، یقینا عملش با فضیلت ترین عبادت ها و خودش به عنوان یه بنده مؤمن متدینه. بنده مؤمن متدین مثل این؟ طیب الله انفاسکم. احسنت، باریکالله، احسنت، خیلی خوش آمدید عزیزان. اینی که شما خیال میکنی هنر، این عین بی هنریست، این به لجن کشیدن هنر است. به لجن کشیدن عظماست، ولی حقایق دیگه. خب اما واسه که فشارت بالا نره بیخیل هنر و عظما، بریم سر داستانای این روزا. هی علم الیزین، دیشب خاندایی ما میگفت توسن عظما عزایی داره که مرد شور هم واسش گریه میکنه. طوری شده که کوسه هم داره دندون در میاره. بالاخره طرف پسته خندون راحل بوده، از خواصه. راستی یادت 4 سال پیش چیکار کرد؟ سکوت مسئله دار تردید آمیز و تردید آفرین و در ضمن سکوتی که تأیید جریان فتنه بود، از این قبیل خواص صادر شد. نه بابا اینقدر تابش نده، راحت بگو اینا که گفتی یعنی چی؟ یعنی این خواص، یعنی یه عده با رهبری زاویه پیدا کردن. زاویه؟ رهبری؟ انیگدا رو میگی؟ شاسکول معلومه گوگیجه گرفتی ها. کوسه خودشو بابا خری حساب میکنه. رفیق فابریک راحل بوده، دستی تو خمره ولایت داشته. ولش کن، برو سر پله بعدی. انتر عظما چی؟ اول از گذشتهش بگو. خدا آقا میفرمودن که در هوشش آدم کم نزدیک. این دو خصوصیت رو ما در داماد تشخیص دادیم، ازش هم حمایت کردیم. هرچند که کشک میگی و از اولم علیگدا از بیپالونی سوار این خر شد، ولی ندید میگیریم. الانش چی؟ الان یه ویروسی به جانی افتاده. این مشایی مردمه میشه ویروس به جانی، از اختلاف هم میشه این افتاده به جانش. اون وقت اونم خودش شده کک و افتاده تو دنبون ولایت. عجب ویروس بازاریه. هر کی میرسه یه سوک و سیخی میکنه زیر پالون سیدن. این روزا فشنه نه؟ یه الان یه مدی شده مسئله نقادی، اما نظام خودش قابل نقد نیست. آره واسه همینم قرار نیست کسی نقد کنه. این دفعه ملت میخوان قیمه قرمش کنن. خب یه دقیقه وقت داری راجع به نظام حرف آخر رو بزنی؟ امروز روی کره زمین برای اجرای عدالت آیا از این نظام بالاتر و مؤثرتر نظامی وجود دارد؟ بابا ناز نفس زدی به خال. خاندایی ما میگه با علم الیزید جماعت با با زبون خودش حرف بزنیم. خب دبنگ تو این خرط و الاغ نظام انتخاباتو کسی میتونه اصلا جمع و جور کنه؟ این غیر فقیه چه کسی میتواند یه همچین کاری بکند؟ فقیه؟ یعنی میتونه افسار کوسه ولی نعمت خودشو انترینا رو بکشه؟ اینجوری که بابا گلاب بارون میکنه کل و ملغرا رو. این کار درست نیست. ما که کاری به درست و غلطش نداریم، اما دیشب خاندایی ما میگفت توسن دست از کرگی بردار و یه دشت این فسفر بسوزون. اون یارو راحل بود که ریششو فر اولاغی میزن. این بدبخت ابولکلک مال این کارا نیست. بگذاریم از الان بگو از آخریای دولت. الان توی دولت هر کسی لاطائلات میگن این یه نظریه، یک نگاه متفاوت فرهنگی است. این رو درست کردن، نگاه متفاوت فرهنگی. پس همونه که خاندایی میگفت زرت عظما داره قزن خدافزی رو کوک میکنه و عظما داره چیز آخر رو میزنه. اون وقت یه مش بزغاله گوساله بیان در مقابل چشم. این دم آخری تو هم افسار پاره کردی ها. اول دهنه رو واسه به تو زد. حیف که کپون ما تموم شده وگرنه یه جفتک طلایی حوالت میکردم.
مرده که یه قول مدنگ حفل حفون. دوستان عزیز، رسیدیم به پایان وقت برنامه این هفته. قبل از خداحافظی مثل همیشه و مطابق قرار ثابتمون اجازه بدین که آدرس‌ها رو یادآوری کنم خدمتتون تا بتونیم از این طریق از نظرات شما حتما بهره مند بشیم. ایمیل ما هست peikshadi@irantv.com. فیسبوک اونم که به اسم پیک شادی هست. یک بار دیگه بابت همراهیتون تشکر میکنم. همیشه آرزوی سلامتی و نشاط و سرزندگی و سربلندی براتون داریم. تا دیدار بعدی، خدا نگهدارتون باشه. سیدلی هر شب تو خواب میکشه بدجور عذاب بد عذاب. سیدلی هر شب تو خواب میکشه بدجور عذاب. خماره راه فرار نداره. سیدلی هر شب تو خواب میکشه بدجور عذاب. خماره راه فرار نداره. نگرونه بوز بیاره قیام گل بگیره دوباره دخلشو در بیاره. میخوای بدونی چرا سیدلی شده فتیل پیچ؟ آخه باخته بازی رو تو خونه خودش در به هیچ. هرچی رشته یا تو فتواش می نوشته شده پنبه. موتورش یا تا قام سوزونده و اتاقش شده برو دبه. سیدلی میگن ریخته توی نظام کرک و پره. میریزن بسیجی و سپا یکی یکی از دور و برش. واسه تو تموم علی گدا این همه سال مفخوری. برو بابا بهت نمیاد شاخشونه کشی قلدری. لذت تو ماهی تا به یه انتخابات سوخاری میشی تو با همه کاندیده ها. بعد میگه تحریما روی کمره در اومد صدای عر خره. 30 سال تموم بالا کشیدی تو نفت و پول. حالا هرچی خودی باید بالا بیاری گابول. فلک زده ای چرا نمیزنی ریش تو؟ انترم دیگه قیافه میگیره پیش تو. بش میگی خفه اما نداره ولوم صدا. تو عزما یه وقت نره تو چشتش از سپاس. سیدلی هر شب تو خواب میکشه بدجور عذاب. خماره راه فرار نداره. نگرونه بوز بیاره قیام گل بگیره دوباره دخلشو در بیاره. انتخابات عزی واسه تو یه سکته است. دیگه نمیشی یک دست. تو روزای خوش تمومه. آخه دست زیر تیز شلوغی و قیامه که بیاد و بکنه رندک. آخ بگو به بدک و دندک دیگه پایانه کاره. بمب اتم بسازی یه نفس بگازی. بابا چارت نمیشه کف خیابون درازی. کف خیابون درازی.